سرخط خبرهای مهم. بانک جهانی گفت پول مهاجران برای تاجیکستان چقدر مهم است. احمد ابراهیم را در زندان یکم سویسکی جای کردند و خامنه‌ای گفت با آمریکا مذاکره نمی کنند. سلام و روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. برنامه نویدی بامدادی را از استودیوی مرکزی شهر دوشنبه برایتان تقدیم میکنیم. امروز دوشنبه 10 مارس. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار تاجیک را که به 10 سال و 4 ماه حبس محکوم شده است روز 6 مارس در زندان معروف به یکم سویسکی پایتخت جا کردند. او را روز 26 فوریه از بازداشتگاه کلوب به دوشنبه انتقال داده بودند. پیوندان احمد ابراهیم روز 9 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پس از یک هفته نگهداری در بازداشتگاه رقمی 1 پایتخت به آنکه نسخه حکمش را نشان دهند او را به زندان یکم سویسکی بردند. اکثر روزنامه‌نگاران زندانی از جمله عبدالله غربتی، دلیر امامعلی و زبخبک سیدامینی در همین زندان نگهداری می‌شوند. سردبیر نشریه پایک در خطلان ماه آگوست سال گذشته با گمان دادن پاره به کارمند مقامات قدرتی بازداشت شد. بعد او را به طمع‌جویی و افراط‌گرایی گناهکار دانستند. خودش هیچ یکی از این اتهام‌ها را نپذیرفت. نزدیکانش گفتند که او را آخرین بار هنگام انتقالش به دوشنبه در ماشین اداره زندان‌ها دیده بودند. احمد ابراهیم روزنامه‌نگار 63 ساله و سردبیر نشریه پایک از کار مقامات محلی پیوسته تنقید می‌کرد. او در نامه‌اش از زندان در آخر سال گذشته گفته بود که محض تنقیدهایش به مقامات خوش نآمده از او قصاص گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و گزارشگران بدون مرز حکم را ناعادلانه و از مقامات تاجیکستان آزادی روزنامه‌نگار را طلب کردند. بانک جهانی در یک گزارش تازه خود گفته است که سال 2024 پول مهاجران تاجیک 45% تولیدی ناخالص ملی را تشکیل داده است که بلندترین در جهان است. در دو همسایه کشور از جمله قرقیزستان و ازبکستان این رقم متناسباً 24 و 14% را تشکیل می‌داده است. در تحقیقات فراگیر بانک جهانی با نام راه به سوی پیش که روز 5 مارس در تاشکند معرفی شد آمده است که مهاجرت همچنان یک منبع اساسی درآمد برای میلیون‌ها نفر باقی مانده است. به قول مؤلفان گزارش مهاجران کشورهای آسیای مرکزی با کار در خارج می‌توانند درآمد خود را 2 یا 3 برابر کنند. بنا به تخمین آمارهای گوناگون بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم تاجیکستان در روسیه کار و اقامت می‌کنند و سالانه صدها میلیون دلار و نه کمتر از 1 میلیارد دلار به کشور می‌فرستند. در گزارش بانک جهانی آمده است کشورهای مهاجرفرست باید یک سیستم ثبت نام مهاجران کاری را براه مانند و با کشورهای میزبان درباره رعایت حقوق آنها قرارداد و سازشنامه بندند. این زمان با کشورهای مهاجرفرست مثل تاجیکستان توصیه دادند سعی کنند تا کشورهای میزبان پول حفظ اجتماعی و بیمه مهاجران را به وطنهایشان بفرستند. حکومت اوکراین برای گفتگو با ایالات متحده آمریکا در عربستان سعودی آماده می شود. قرار است روزهای آینده در ریاض نماینده‌های کیف و واشنگتن درباره سازشنامه معدن‌های زیرزمینی اوکراین و راه رسیدن به صلح گفتگو کنند. دونالد ترامپ از اوکراین خواسته است که زودتر برای صلح با روسیه راضی شود چون دیگر راهی برای بیرون رفتن از این جنگ وجود ندارد. مقامات اوکراین میگویند روسیه صلح کردنی نیست و حمله‌هایش را افزایش داده است. با گفته مقامات اوکراین در حمله‌های روز 8 مارس به اوکراین بیش از 50 نفر کشته شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین روز 8 مارس گفت که چنین حمله‌ها نشان می‌دهد که هدف روسیه تغییر نکرده است. روسیه اعلام کرد که 3 دهه را در ولایت کورسک که تابستان سال گذشته اوکراین گرفته بود پس گرفته است. از حمله روسیه به اوکراین بیش از 3 سال گذشت. هنوز هیچ پیشروی برای پایان جنگی که ده‌ها هزار نفر در آن کشته و میلیون‌ها اوکراینی را بیخانه کرده است دیده نمی شود. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در معرکه انتخاباتیش وعده داده بود که جنگ روسیه با اوکراین را در 24 ساعت قطع خواهد کرد. ولی نزدیک به 2 ماه راهبری او جنگ در این منطقه ادامه دارد. رادیو آزادی در پس منظر تحولات در قضیه اوکراین و موضع‌گیری‌های ترامپ از ساکنان در شهر دوشنبه پرسید که آیا پرزیدنت آمریکا می‌تواند به این جنگ پایان دهد و در چند مدت؟ ترامپ هیچ کار نمی‌کنه. همه دولت‌ها باید همه طرفه مناسبت کنن بعد
یک چیف خلاصه میبره یک دیگر قطعی علاقه نیست. هر یک مملکت برای خودش هر چی دارد، هر کدوم برای خودش میگند. ولی خب من به احتمال 70 فایز احتمال میدم که بتونه این کارو بکنه. 30% دیگه چرا باور نداره؟ خب برای اینکه اینا احتمالات دیگه در بحث سیاست پیش میاد دیگه. ممکنه که مثلا روسیه کنار نیاد با شرایطی که میگن، یا خود اوکراین کنار نیاد، یه انتظارات زیادی داشته باشن. همچنان که خب بنده خدا رئیس جمهور اوکراین هم یک مسئله پیش اومد دیگه، چون انتظارات ازش داشتن. ممکنه نشه. البته میتونه. و کدام دلیل میتواند؟ دلیل که من حکومت بزرگ آخه، حکومت بزرگ که هسته و میتونه که همین جنگ بخونه. و وعده داده بود که همین جنگ خوب میکنه. من مجله شنیدم که باید خوب میکرده که پرزیدنت ممکن خوب کنه. جنگی بین روسیه و اوکراین نمیدونم. خب چیکار کرد؟ سوالتون سخته. برای همین جنگ چیکار کرد که باید بس شود؟ قطع شود. آدمیزاد تا اینجاش درست نشه همیشه جنگ میکنه. حیوان هم اینقدر جنگ نمیکنه که ما آدمیزادا جنگ میکنیم. آدمیزاد برای چی باید جنگ کنه اصلا؟ کسی میتونه در میانه روی کنه و همین جنگ قطع کنه. یه ذره فکر کنن میشه قطعش کرد دیگه. جنگ غیر از ویرانی چی داره واسه آدمیزاد؟ یه ذره تفکر میخواد دیگه. آدم‌ها باید رو مغزشون اول کار کنن. یعنی نیاز به میانه رو ندارن. چرا طبیعتاً، ولی خب کار سختیه دیگه. در این جوری کارها کی باید میانه روی کنند؟ طرفین باید کوتاه بیان دیگه، بدونن که جنگ جز ویرانی چیزی نداره دیگه. کوتاه بیان. این رهبرای کشورهای ابرقدرت میتوانند اگه نفوذی داشته باشند برای قطع کننده؟ یه درصدی از جنگ‌ها اصلا کار خود اوناست. خودشون جنگو راه میندازن، خودشون قطعش میکنن. به نظر من. ولی خب سوال سختیه دیگه، خیلی پیچیده است. دانش سیاسی میخواد، من ندارم. نمیدونم، اگه خیال میشه انشالله ما هم طرفدار همین بس کنیم. چی فکر دارید که ما فکر داریم که همین جنگ تست بعد تمام کننده آدمو تینج کرده. این پرزیدنت امریکا وعده داده است که من هم جنگ چی میکنم. ترامپ. شما چی فکر دارید که از داش ممکن اکنون نمیدونم، خدا خواهد نصیب باشه انشالله میبینیم. برای چند وقت بتونن که همین جنگ چی کنن؟ این دراز مدت میشود یا که یک چند ماه در کار است؟ چند هفته؟ نمیدونم. ممکن یک ماه دو ماه، خدا خواهد. میتونن. چی خیلی فکر دارید؟ دولت اول قدرت های برای موقع میتونن. دولت های اول قدرت همه وقت میتونن. با فکر شما در چقدر مهلت میتوند جنگ چی کنه؟ اگه مهلت بدل سالانه میگردد، یگان سال. فکری من همین که. بیننده های عزیز، شما هم می توانید نظر خود را زیر این برنامه برایمان نویسید. کاخ سفید در پاسخ به اظهارات مقامات ایرانی گفته است مشکل برنامه هسته‌ای ایران اگر با راه مذاکره با آمریکا حل نشد از راه نظامی کار میگیرند. براین خیوس از شورای امنیت کاخ سفید گفت امیدوار است که نظام ایران منفعت شهروندانش را از هدف‌های تروریستی بالا میگذارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر عالی ایران روز 8 مارس گفت که با هیچ کشور زورگو مذاکره نخواهد کرد. این حرف زمانی صدا داد که یک روز پیش دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا اعلام کرد که به ایران برای مذاکره سر برنامه هسته‌ای نامه فرستاده است. آمریکا و اسرائیل نگران هستند که ایران با بهانه برنامه هسته‌ای در فکر ساختن سلاح قتل عام است. رافائل گروسی دیرکتور آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای گفته است ایران به حد غنی کردن اوران را افزایش داده است که به ساختن سلاح نزدیک شده است. ایران و آمریکا بیش از 40 سال باز رابطه مستقیم دیپلماتی ندارند. آمریکا شریک و پشتیبان اصلی اسرائیل در خاورمیانه است. ایران بارها اعلام کرده است که وجود اسرائیل را نمیخواهد. از این رو مقامات آمریکایی میگویند اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد به اسرائیل حمله میکند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر میدهد.
10 марти соли 1931 дар харитаи Тоҷикистони шӯравӣ ноҳияҳои Ғарму Ҷиргатол ифода ёфтанд. Исми Ғарм соли 2001 ба Рашт тағйир ёфт ва ин калонтарин ноҳияи тобеи ҷумҳурӣ буда дар 185 километри шарқи Душанбе дар соҳилҳои Сурхоб ҷойгир аст. Ҷиргатол соли 2016 исми Лахшро гирифт. Он ҳам дар 280 километри шарқи Душанбе дар марз бо Қирғизистон ҷойгир аст ва беш аз 55 000 аҳолиаш аз тоҷикону қирғизтаборҳо иборат мебошад. аксар сокинон аз роҳи кишоварзиву чорводорӣ зиндагӣ мекунанд. 10 марти соли 2012 дар ҷаласаи бахшида ба 100-солагии матбуоти тоҷик президент Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод кард ки моддаҳои туҳмат ва таҳқир аз кодекси ҷиноии Тоҷикистон берун карда шаванд. Ин замоне буд ки додгоҳҳои Тоҷикистон аз шикоятҳои мақомоти ҷудогона аз журналистон ва нашрияҳои мунаққиди корашон зиёд мешуд. моҳи июл тарҳи кодекси холӣ аз моддаву туҳмату таҳқир тасвиб шуд. дар ҳоле ки ин иқдом аз ҷониби созмонҳои журналистӣ истиқбол шуд, мунаққидон аз боқӣ мондани муҷозот барои туҳмату таҳқири президент интиқод карданд. 10 марти соли 1941 зодрӯзи профессор ва узви Академияи илмҳои Тоҷикистон Подабон Зоиров аст ки барои рушди илми дерматология дар Тоҷикистон саҳми зиёд гузоштааст. таҳқиқоти ӯ соҳаҳои зиёди бемориҳои пӯстро дар бар мегирад ва яке аз корҳои илмияш ба омӯзиши витилиго ё сафедшавии пӯст бахшида шудааст. даҳҳо шогирдонаш дар муассисаҳои пешрафтаи тиббӣ кори ӯро идома медиҳанд. бонки миллии субҳи имрӯз қурби асъори хориҷиро чунин таъин кардааст. 1000 рубли русӣ баробар аст ба 122 сомонӣ, 100 евро ба 1187 сомонӣ ва 100 доллар 1094 сомонӣ муқаррар шудааст. бинандагони азиз, шумо барномаи навиди бомдодиро тамошо кардед. ахбори аз ин бештарро давоми рӯз дар сомона ва шабакаҳои иҷтимоии Радио Озодӣ аз ҷумла Телеграму Инстаграм ва ТикТоку Фейсбук пайдо карда метавонед. то фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳдор.